حتما تو ماینکرافت حالا کامنت زدی و اصلا هم این چند تا نقاشی ها ندیدی. این 4 تا نقاشی از بلاک های ممنوعه ماینکرافته که ما همیشه با کامند اینا رو می‌آوردیم، ولی الان میخوام بهتون همیشه با کامند اینا رو می‌آوردیم، ولی الان میخوام بدم که بدون کامند با فعال کردن یه گزینه این بلاک های ممنوع بازی این نقاشی ها هر کدوم به یکی از عنصرهای طبیعی ربط داره. این خاک، این آتش، آب و هوا و شما میخواید اینا رو داشته باشید. کاری نداره. یه دونه گزینه مخفی اینجا واسهتون با فعال کردن گزینه که الان میگم میاد که همه بلاک های ممنوعه رو داره. میری توی اپسیون و تو کنترلز یه دونه گزینه هست به نام اپراتور آیتمز تب. الان من آن کردم. اگه اینو آف کنم میبینید که اینجا اصلا اون گزینه دیگه نیست. پس با فعال کردن این گزینه از کنترلز و اپراتور آیتم تب میتونید تمام بلاک های ممنوع ماینکرافت رو داشته باشید. کی اینا رو به شما یاد میده؟ گود بای.